مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، رواه الطبراني، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وسال حق، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما بزرگواران را به برنامه الگوهای هدایت خوش آمدید میگویم. طوری که همه عزیزان و بزرگواران میدانید، موضوع بحث ما پیرامون خلیفه دوم اسلام فاروق اعظم رضی الله عنه می باشد. در جلسه گذشته پیرامون مشاورین سیدنا عمر رضی الله عنه اشاره داشتیم که از جمله مشاورهای ارشد سیدنا عمر فاروق سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنهما بودند. حالا پیرامون بحث ما پیرامون عدالت و مساوات در خلافت سیدنا عمر فاروق هست. قبل از این که من نمونه های از عدالت دوران سیدنا عمر یا از خلافت سیدنا عمر را بیان کنم، باید این را بدانیم همه ما که این عدالت و این مساوات را سیدنا عمر چگونه به دست آوردن. وقتی ما میخواهیم از عدالت خلافت سیدنا عمر و از او مساوات سیدنا عمر چیزی را بگوییم، باید که این را بدانیم و چند نکته متوجه بشیم که این عدالت را سیدنا عمر از کجا و چگونه به دست آوردن. هر وقت بحث از عدالت می شود، می خواهیم از زعما و از مسئولین کشورها و از امرا و از حکام و از زمانهای مختلف می خواهیم که ما بحث از عدالت را به میان بیاوریم، ناخودآگاه نام سیدنا عمر رضی الله عنه به زبان می آید. خیلی نکته مهم است. در هر محفلی و در هر مجلسی و در هر محاضره و در هر
گفتگویی که بخواهیم ما از عدالت بحث کنیم بدون اینکه اراده داشته باشیم که از دوران خلافت سیدنا عمر چیزی را بگوییم، بدون اراده ناخودآگاه نام سیدنا عمر رضی الله عنه به زبان می آید. این عدالت و این مساوات را سیدنا عمر رضی الله عنه چگونه به دست آوردن؟ قبل از این که نمونه های از عدالت را بیان کنم، چگونه این به دست آمد را به طور خلاصه و فشرده اشاره می کنم. اول، فضل الله سبحانه و تعالی شامل حال سیدنا عمر شده بود. این فضل الله سبحانه و تعالی است، این لطف الله سبحانه و تعالی هست. اگر سیدنا عمر شجاعت داشتن، شجاعت را الله داده بود. اگر دارای ایمان کامل بودن، این کاملیت ایمان لطف الله سبحانه و تعالی بود. اگر سیدنا عمر رضی الله عنه گامی برمی داشتن به دفاع از مظلومین و کمک می کردن برای مستضعفان و اینها، همه اینها توفیقات الله سبحانه و تعالی. پس این عدالت و این مساوات را چگونه به دست آوردن؟ اول، فضل الله سبحانه و تعالی. دوم، دوران خلافت سیدنا عمر رضی الله عنه از دوران خلافت سیدنا ابوبکر صدیق طولانی تر بود. فرصت بیشتری برای سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه داده شد. سیدنا ابوبکر صدیق 2 سال و چند ماه خلافتنا طول کشید و از سیدنا عمر رضی الله عنه خلافتنا از حد 10 سال گذشت. پس فرصت بیشتری به سیدنا عمر داده شد و سیدنا عمر تلاش بیشتری کردن و زحمت بیشتری کشیدن و فرصت بیشتری داشتن نسبت به خدمت به دین مبین اسلام و نسبت به آوردن عدالت و مساوات و اینها. سوم، سیدنا عمر در اجرای عدالت بر خویشتن و خانواده خود جدی بود. خیلی مهمه وقتی یک آمر و یک رئیس و یک زعیم و یک شخصی که دیگران زیر دستش قرار میگیرن، او اول قانون را بر خود و بر اقوام و خویشاوندان خود تطبیق کنه، دیگران به طریق اولا میپذیرن و قبول میکنن. وقتی سیدنا عمر میگفت عدالت، بر خود و بر خانواده خود اول تطبیق میداد. چهارم، ترس خدا بیش از هر چیز بر روح و روان سیدنا عمر حکومت میکرد. وقتی که انشاءالله بعداً بیان میشه به برنامه‌های بعدی که سیدنا عمر رضی الله عنه چقدر از خدا میترسید، خوف خدا را چقدر در دل داشت. هر زعیمی و هر رئیسی و هر حاکمی و هر آمری که خوف الله سبحانه و تعالی را در دل داشته باشد، یقینا در نظامش و در حکومتش عدل و عدالت و مساوات برقرار می شود. سیدنا عمر رضی الله عنه چنان ترس خدا را در دل داشت که بیش از هر چیز وقتی که میدانست که در این حرکت مؤاخذه می شود، پرسان می شود، دیگه نگاه نمی کرد که این فرزند من هست، این اقوام من هست، این فلان هست و فلان هست. احکام خدا بالای بندگان خدا تطبیق می کرد و اجرا می کرد. پنجم، رعیت سیدنا عمر اکثرا از صحابه و تابعین بودن.
وقتی میگیم سیدنا عمر چگونه عدالت و مساوات آوردن، اکثر رعیت سیدنا عمر صحابه و تابعین بودن که همه پایبند شریعت الهی و با سیدنا عمر رضی الله عنه همکاری داشتن. پس این به طور خلاصه و فشرده این که چگونه سیدنا عمر عدالت را به وجود آورد، مساوات را به وجود آورد، فضل الله سبحانه و تعالی، طولانی خلافت سیدنا عمر و همچنین عدالت بر خود، تطبیق عدالت و تطبیق قانون را بر خود و بر خویشاوندان و خانواده خود، ترس از خدا و اینکه رعیتش انسانهای صالح و نیک و انسانهای شایسته بودند. وقتی میگیم عدالت سیدنا عمر، نمونه را بیان میکنم، چند نمونه. ماجرای فرد یهودی و شخص مسلمان خیلی مهمه. برادر مسلمان، خواهر مسلمان، فرد یهودی با شخص مسلمان دعوای داره. دعوای اینها میایه پیش سیدنا عمر رضی الله عنه. وقتی که ما میگیم ما دشمن یهود هستیم، به این معنا نیست دیگه که حق او را گرفته و بالاخره احساس کنیم که وقتی با او دشمن شدیم تمام مالش را، تمام بالاخره همه را به حیف و به میل بکشانیم. خیر، چنین نیست. دین مبین اسلام از خود قانون، ضوابط، مقررات را برای ما گذاشته که وقتی که با کافر حربی روبرو شدی چگونه معامله کن، کافر حربی چگونه معاملاتی داره. و این همه قوانین شریعت مقدس اسلام به ما بیان کرده. فرد یهودی با شخص مسلمان دعوا داره و بعد از این که دعوا و بالاخره مراجعه میشه به سیدنا عمر رضی الله عنه. سیدنا عمر که عمر بود دیگه، اشداء علی الکفار بود. خیلی از ماها هم معنا و مفهوم این آیاتی که ولن ترضى عنك اليهود یا ایها الذین لا تتخذوا اليهود، اینا رو خیلی از ما بهترتر و بهترتر میدانست. وقتی که نگاه کرد سیدنا عمر که حق به جانب، نگاه کرد که این ادعایی که مسلمان کرده درست نیست و این حق و این مال از این فرد یهودی هست، سیدنا عمر مال را به یهودی برگشتان، حق را بالاخره به طرف یهودی فیصله کرد. و در اینجا فرد یهودی چی میگه؟ وقتی که دعوا شد و به نفع یهودی، یعنی حق مال یهود بود، طرف یهود بود، برایش داده شد، میگه به خدا سوگند که تو به حق قضاوت کردی، تو به حق قضاوت کردی، حرف تو حق هست و این چوکی و مسند و این امارتی که پیش میبری در حق پیش میرود. این در خلافت سیدنا عمر رضی الله عنه. سیدنا عمر نگاه نکردن که تو مسلمان هستی و این یهودی هست، یهود کافر هست، دشمن ما هست، برو بالاخره ما حرف تو را نمیشنویم، از این قضایا حرف مسلمان را گوش کنن. خیر، هر دو را صدا کردن. تو چی میگی؟ تو چی میگی؟ حرف تو چیست در این راستا؟ پس وقتی که سیدنا عمر مطلع شدن و دانستن که حق به جانب یهودی هست، به نفع یهودی فیصله کردن و بعد یهودی گفت که به خدا قسم که تو به حق قضاوت کردید. ببینید سروران عزیز و بزرگوار، این عدالت عدالت اسلامی است، این عدالت عدالت قرآنی است. این فیصله سیدنا عمر فیصله
ایمانی و اسلامی و قرآنی است. نمونه دیگر از عدالت سیدنا عمر رضی الله عنه که اون مردی که از مصر آمد و شکایت خود را به فاروق اعظم کرد. ان شاء الله بعد از میان برنامه بیان خواهیم کرد. با ما باشید. السابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبل از میان برنامه پیرامون عدالت سیدنا عمر اشاره داشتیم که ماجرای فرد یهودی و شخص مسلمان که به سیدنا عمر مراجعه می شود. نمونه دیگر از عدالت سیدنا عمر، وقتی ما میگیم عدالت سیدنا عمر، عدالت دوران خلافت سیدنا عمر، دوران خلفاء الراشدین، اینها شاگردان مکتب اسلام و شاگردان مکتب قرآن و شاگردان ممتاز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. مردی از مصر آمد در مدینه منوره از فرزند عمرو بن عاص شکایت کرد. برای سیدنا عمر شکایت کرد. عمرو بن عاص از طرف سیدنا عمر رضی الله عنه به عنوان والی در مصر گماشته شده بود. آمد گفت که فرزند فرمانده شما مرا شلاق زده است. الله اکبر، الله اکبر. چی زمانی، چی زمینی بوده که چنین شخصیت‌های بر روی آن راه می رفتند. چی آسمانی بوده که سقف بر چنین شخصیت‌های بوده. چگونه تربیت یافتگانی بودند که سر تا پا تسلیم پروردگار عالم و تسلیم رضای الله سبحانه و تعالی بودند. سیدنا عمر پرسان می کند چرا شلاق زد تو را؟ این فرد مصری میگوید که چون اسب من از اسب فرزند فرمانده شما سبقت گرفت و او پایین شد مرا شلاق زد. من آمدم برای شما شکایت می کنم. سیدنا عمر رضی الله عنه جا در جا عمرو بن عاص را با فرزندش طلب می کند. عمرو بن عاص صحابه جلیل القدر رسول الله صلی الله علیه وسلم، فرمانده بزرگ،
فرمانده سپاه اسلام، یکی از والیای سیدنا عمر، سیدنا عمر او را طلب می کند. وقتی که او را به مدینه خواست، دستور می دهد که این فرد مصری شلاق را گرفته 100 شلاق فرزند عمرو ابن عاص را بزند. مرد مصری شلاق را میگیرد، فرزند عمرو ابن عاص را میزند و بعدا سیدنا عمر میگوید که پدرش را هم بزن. الله اکبر. خلیفه مسلمان ها، امیر المؤمنین، فاروق اعظم نمیخواهد که یک فردی از افراد زیر دستش هم کوچکترین آزار و اذیتی از دست دیگری ببیند. در این وقت فرد مصری میگوید که من کسی را زدم که مرا زده است، به دیگر کسی کار ندارم. همانجا بود که سیدنا عمر رضی الله عنه فرمودند که ای عمرو ابن عاص، از چی وقت مردمان را به عنوان عبید و به عنوان غلام خود قرار دادید در حالی که مادرانشان ایشان را آزاد به دنیا آورده است؟ سبحان الله. این فرموده سیدنا عمر در آن لحظه هست که به عمرو ابن عاص میگویند نگاه کن به عدالت سیدنا عمر، به مساوات سیدنا عمر. نمونه دیگر از عدالت سیدنا عمر که نسبت به خود، نسبت به خانواده خود، در زمان خلافت سیدنا عمر در مدینه منوره و در اطراف مدینه منوره خشکسالی می شود. وقتی که خشکسالی شد، با وزیدن باد خاکستر پیدا می شود، دولخت پیدا می شود، دم و دود پیدا می شود. به این واسطه همان سال خشکسالی را عام الرماده می گویند، یعنی سال خاکستر. در این سال مردم گرسنه بودند، غذای درست نداشتند. در این خشکسالی مردم به مشکلات گوناگونی به سر می بردن. سیدنا عمر رضی الله عنه قسم یاد می کند. چی می گوید؟ والله قسم، والله قسم، تا رعیت من، کسانی که در زیر دست من قرار دارن، شکم اونها سیر نشود، عمر شکم را سیر نخواهد کرد. الله اکبر. فدای چنین خلیفه، فدای توشم ای فاروق اعظم، با این همه عدالت و دلسوزیت، فدای این همه زهد و تقوایت، فدای این همه محبت و دوستی هایت که نسبت به رعیت خود داشتی. و بعد سیدنا عمر میفرمایند که والله قسم، تا رعیتم از این حالت نجات پیدا نکند، لب به روغن، لب به شیر و گوشت نخواهیم زد. این را میگن امیر المؤمنین، این را میگن خلیفه مسلمان ها، این را میگن تربیت یافته مکتب اسلام و قرآن. این را میگوین که تو لیاقت و شایستگی داری که زعیم امت اسلام قرار بگیری و سرپرست امت اسلامی باشی. این
نمونه از عدالت و مساوات سیدنا عمر. رعیت گرسنه هست، عمر باید گرسنه باشد. رعیت فقیر هست، عمر باید فقیر باشد. از این نمونه هایی که ما اشاره کردیم، سبحان الله سبحان الله. مسئله دیگر یا نمونه دیگر این که عبدالرحمن ابن عمر ابن الخطاب در مصر، فرزند سیدنا عمر، عبدالرحمن فرزند سیدنا عمر در مصر مرتکب گناهی می شود. مرتکب می شود که گناه چی بود؟ نوشیدن شراب. در مصر خبر آوردن به عمرو ابن عاص که حاکم مصر بود که عبدالرحمن شراب نوشیده. عمرو ابن عاص به احترامی که ای فرزند امیر المؤمنین هست، به احترام حضرت عمر او را آورد در خانه خود، بعد او را شلاق زد. آورد در خانه خود شلاق زد. خبر به سیدنا عمر رسید که عبدالرحمن فرزندش مرتکب نوشیدن شراب شده و عمرو ابن عاص او را آورده در خانه خود که کسی واقف نشه، او را شلاق زده. سیدنا عمر نامه می نویسد به عمرو ابن عاص و این عبارت بسیار تند میگوید که می نویسد: ای خطاکار ابن عاص، چرا چنین کردی؟ الله اکبر. بعد سیدنا عمر می نویسد که هر چی زودتر و سریعتر عبدالرحمن را در مدینه بفرست. عمرو ابن عاص عبدالرحمن را به مدینه می فرستد. سیدنا عمر با فرزند خود چگونه رفتار می کند؟ سیدنا عمر با جگرگوشه خود چگونه رفتار می کند؟ وقتی که مسئله دین، اسلام، قرآن، احکام پیش می آمد، سیدنا عمر هیچ کس را نمی شناخت جز حکم الهی، جز دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم. عبدالرحمن را سیدنا عمر گرفت و او را به ملأ عام، همه مردم را جمع کرد و در ملأ عام عبدالرحمن را شلاق زد. او حدی که شریعت گفته بود بالای فرزند خیش جاری کرد. برای همه نشان داد که مسئله اجرای حکم الهی نگاه نمی کند که این فرزند عمر هست، فرزند فلان هست و فرزند فلان هست. حدود الهی، احکام الهی و اجراعات ایشان تطبیق و بالاخره اجرا میشه بر هر انسانی که مرتکب جرم شود. این عدالت سیدنا عمر. اگر ما بخواهیم که از عدالت سیدنا عمر بگوییم، باور کنید مگر کل برنامه ها را اختصاص بدیم فقط به عدالت عمر، به مساوات عمر، که نسبت به رعیت خود چگونه عدالت داشت، نسبت به بالاخره در بین فقرا و مساکین و اغنیا و در بین آمر و مأمور، در بین حاکم و محکوم، در بین همه اقشار مختلف سیدنا عمر چگونه برخورد میکرد. به راستی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که اگر بعد از من پیامبری می آمد قطعا عمر خواهد بود، و این که رسول الله خاتم النبیین هستند دیگر پیامبری نمی آید. این جایگاه و فضائل سیدنا عمر را بیان می کنند که اگر ختم نبوت صورت نمی گرفت بعد از من عمر
به عنوان پیامبر فرستاده میشد. سر و جانم فدایت ای عمر الفاروق. انشاءالله ادامه نمونه های از عدالت سیدنا عمر و تطبیق حاکمان امروزی که اونها هم دم از محبت سیدنا عمر میزنن، اعمال اونها چگونه هست و اعمال سیدنا عمر چگونه بود، ان شاء الله به برنامه بعدی بیان می شود. موفق و پیروز و سرفراز و سربلند باشید. الله سبحانه و تعالی زعمای کشورهای اسلامی را عادل بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي